ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خانه‌اش از دو طبق عبارت بود، از دو آشیانه. اگرچه اون دو آشیانه ها مثل امروزه نیست، ساده هست. مثلا کسی در بالا راه گردد آوازش شنیده میشد، آوازش هم می آید. فقط یک چوبی بود. به هر حال دو آشیانه بود. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را به آشیانه دوم و بالا تکلیف کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند از سفل ارفقو، این آشیانه پایان برای ما مناسب تر است. سن و سالشون هم 53 ساله بودند. و همچنین گفتند من مهمانای زیاد دارم. مردم به زیارتی پیامبر صلی الله علیه و سلم و به سوال و هر حاجتش می آید، میخواستند مردم را یعنی تشویش ندهند. و این گفتن برای ما مناسب تر است. بعد حضرت ابو ایوب و همسرش به بالا برآمدند و بعد از اینکه شبانه کمتر راه گشتند خجالت کشیدند. گفتند ما در بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه راه میگردیم؟ گفتند در اطراف خانه اگر ضرورت پیدا شود آهسته راه میگشتند، در اطراف خانه و مابین نمی آمدند که آواز چوب ها بلند میشد تا اینکه اذیت ندهند جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را. و بار آبی هم ریزانیدند ناخواست و با لباس هاشون آن آب را از بالای تخته خشک کردند که با نشود که به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برویشان از این آبها چک کرد. یعنی خانه ها همین گونه بود. بنابراین اون شب خواب نکردند. ابو ایوب انصاری و همسرشان دو کس خواب نکردند. آگاهی آمده یا رسول الله، یعنی که ما شما را اذیت دادیم، شما خوب میشد که به بالا گذارید ما در پایان زندگی کنیم چون که ما این شب خواب نکردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آخر اینجا برای ما خوبتر است. گفتند که یا رسول الله من در آن خانه‌ای که در زیرش شما هستید به بالای شما نمیبرایم. یعنی جرأت نکردند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به آشیانه دوم برآمدند و اقامت پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری 1 ماه بود بنابر قول صحیح. یعنی اختلاف ها وجود دارد. و ابو ایوب انصاری 10 سال در مدینه همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم همسایه بودند، زندگی کردند. بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن بعد 10 سال 2 سال حضرت ابوبکر راهبری اولی مسلمان ها بودند، خلیفه جانشین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. و بعد این کس 10 سال و 6 ماه حضرت عمر خلیفه مسلمان ها شدند، جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم، امیری تمام مؤمن های دنیا بودند. و در زمان عمر اسلام به دیار ما رسیده آمد. و بعد حضرت عمر 12 سال حضرت عثمان داماد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمرانی کردند. و در زمان عثمان به تمام مشرق و مغرب اسلام عزیز پهن شده بود. تمام گوشه و کنار دنیا از مسلمان خالی نبود. دین اسلام رسیده رفته بود. آیین اسلام علیه مردم شنیده بودند. خلاصه این بود درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری 1 ماه مهمان شدند. برای چی آنجا مهمان شدند؟ برای که خانه نداشتند. جایی که شتر آمده نشست اونجا هم مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، هم در پهلویش برای همسرانشان حجره ساختند، خانه ساختند.